با دوگانه هایم. چند خواهر داری؟ خواهر دادر داری؟ بله، یک خواهر و یک دادر. یک خواهر و یک دادر. من مریم جان با فکرت برای چی کودک رو در گهواره میخوابونند؟ خدا در گهواره خوب کردگی هستی؟ بله. برای چی با فکرت؟ من و یا شب میگریزند یا برای چی در گهواره میبندند؟ برای خواب کردن، برای خواب شدنی و ها. تو یکم بار کودک رو نگاهبین کردگی هستی؟ بله. کی رو؟ وای اپا اما ویشون. دوست میداری که کودک نگاهبین کردن؟ بله. خب یکم بار کودک رو اله خوندگی هستی؟ نه. نه؟ مادرت چی در کودکیت برایت اله خوندگی هست؟ نمیدانم، مادرم با من گفته کشان گفتگی نه در خاطرت نه. خب حاضر ما چیکار میکنیم؟ اکنون بعدی کلباسه آماده کردن رو کارتوشکا رو میکنیم. مریم جان در مکتب چی خیلی میخوند؟ نه. معلومات رو دوست میداری؟ بله. برای چی معلومات دو موندگی بود که یا گفتی من را دوست نمیدارم؟ چرا؟ من دوست میدارم. در روزنامه یک هم دو نیست. نداره؟ نه. یک روزنامه در مکتب داره نه یک روزنامه در خونه؟ در مکتب کدوم از فنی که دو میگیرن میمونن و خونه نمیبیارین ام روزنامه را؟ برای مادرتون نشون نمیتین؟ نه. بعضا نشون میتیم، بعضا نه. خب بهترین. خب مریم جان من باز با چی شفق دارین شما؟ با چی شفق دارین؟ زبان آموختن رو دوست میدارید؟ بله. کدوم زبان را آموخته شده؟ زبانی مادری، زبانی انگلیسی، زبانی روسی. من برای چی میخوایی زبان را آموزی؟ برای آنکه در آینده یکم چیز شدن را برای همین از خواندن، از کار کردن یاد میگیره. خب چی شدن میخوایی در آینده؟ معلمه متماتیک. معلمه متماتیک. بهترین. خب کتاب خوندن رو دوست میدارید؟ بله. کدوم کتاب رو خونده استودین شما؟ کتاب صنفی 4 همش را خونده. مریم جان گفت یک تا خواهر دارین و یک تا دادر؟ بله. کدومش رو بسیارتر دوست میداری؟ هر دوشون. یک تاشون. خواهرم را بسیار. برای چی؟ برای آنکه خواهرم بعضا به خانگی من نتونم اگر خواهرم به من یاری میتید. چی خیلی به تو یاری میتید؟ ندانستگی جاهام رو خودش خواهرم. چی من برای چی کمک میرسوند؟ در کدوم فن ها؟ در متماتیک، زبان مادری. متماتیک. وقتی که شما در وظیفه میتین شما میبینین خواهرتون به شما حل کرده میتید؟ بله. برای همین شما را دوست میدارین. با فکرتون این کاری خوب است؟ اما وقتی که شما برای شما مثال میتین شما میبینین شما خواهرتون برای شما حل میکند. نه بعضا خودم هم حل میکنم. خب از چی کار میکنیم ما؟ اکنون ما سبزی را با این آموخته میکنیم. یعنی سبزی را آموخته میکنیم. من خوراکی آشی پلاو رو با همراهی مادرم میکنم. من وقتی که اولین بار خود را خوراک آماده کردی در خاطر داری؟ کی شما خوراک آماده کردید؟ در صنفی 3 میخواندم با همراهی مادرم میکردم. خوراک را آماده کردی و سوزوندی؟ نه. یکم بار سوزاندگی نیستی؟ خب بهترین. حاضر ما چیکار میکنیم؟ اکنون همش رو آموخته میکنیم و روش میکنیم. همش رو ما آموخته میکنیم با هم دیگر. خب ما امیدواریم که برای ما اکنون شما شعر میخونید.
برای شما شعر خوانم. Мама, пусть всегда со мною рядом. Мама, мне ведь большего не надо. Мама, только не грусти, ты меня за все, мамочка, прости. بهترین بهترین. میز شما رو اندازم. خب حاضر ما مایونز رو باز آمیخته میکنیم. سلام جون، فیلم تماشا کردن رو دوست می‌داری؟ کدام نمود فیلم رو دوست می‌داری؟ فیلم ها هندی؟ نه روسی رو. روسی؟ بهترین. فیلم دوست داشتن چی است؟ وای سپرگرای باوای حکو نماش عجبت. همه شو میکنیم؟ بله. آمیخته میکنیم؟ بله. اکنون ما این رو با قالب چشم انداخته، این رو با چپ کرده و میکنه. مریم جان، با فکرت باوری چی است؟ اون وقتی که ما میگیم که من به تو باور دارم یا چی است به فکرت باوری؟ باوری اگر یکان کف کنید باورش نکن. من به تو باوری ندارم یا باوری دارم میگوید. اون من چی هستم این باوری؟ باوری من با آدم باور کردن ممکن است؟ بله. چه خیلی؟ اگر آنها سخنانی وای را گویند، اگر سخنانی بد را گویند یا یعنی ما با آنها باور میکنیم؟ نه، سخنی دروغ گویند باور نمیکنیم. اگر سخنی وای گویند با آنها باور میکنیم. یکم بار برای تو یکم کس دروغ گفتگی است؟ بله. کی؟ بعضی دکانه هایم با من دروغ میگویند میخندند، بعد من با آنها وای میکنم. مریم جان، بعد دکانت برای تو دروغ گفت؟ بعضا دروغ میگویند. من چه خیلی میفهمی که برای دروغ گفتن؟ از خنده از معلوم میشه. یعنی میخنده وقتی که میخنده نیست دروغ گفته ایستودن؟ بعضی من اگر آنها دروغ گویند بعضی باور میکنم، بعضی نه.
وطن دادخواهی تویم ای وطن قعری که منزیر چوکن می شود ما سپاهی تویم ای وطن دادخواهی